I want to create clothing that accentuates people's individuality. I want to create clothing that accentuates people's individuality. میگه I want to create. من میخوام بعد از want to فعل به صورت شکل ساده I want to create. من میخوام خلق کنم clothing that لباسی که accentuates people's individuality. میگه من میخوام لباسی خلق کنم که خاص بودن هر شخص و هر آدمی رو نشون بده. اون هویت شخصی هر فردی رو نشون بده. Even for those who can't afford anything more expensive than Even for those who can't afford anything more expensive than second hand. بچه even به معنی حتی. Even for those میگه حتی برای کسانی که even for those who بچه can't afford. دقت کنید به این ساختار خیلی خوبه. زمانی که شما توانایی و بضاعت کاری رو ندارید خب در اصل از این ساختار can't afford به cannot afford استفاده میکنید. برای مثال میخوایم بگیم که من توانایی خرید موبایل جدید رو ندارم. میگه I can't afford to buy به معنی خریدن دیگه، درسته؟ I can't afford to buy a new phone. میگه من توانایی و بضاعت خریده فقط بعد از afford اگر میخواید فعل بیارید باید تو باشه. اگر مثل اینجا که حالا فعل نیاورده نوشته anything نیاز به تو نداره. این میگه گفته چی؟ Even for those who can't afford anything more expensive than second hand. میگه حتی برای کسانی که توانایی یا بضاعت چیزهای گرونتر از expensive گران more expensive یعنی گرونتر یا گرانتر از than یعنی از second hand. داخل قسمت بعد می نوشته second hand به معنی دست دوم. یا حتی برای کسانی که توانای خرید چیزهای گرانتر از وسایل دست دوم را ندارند. حالا حالت سوالی گفته. اون جمله که بهتون گفتم I can't afford to buy a new phone پس شد چی؟ توانایی یا بضاعت خرید چیزی رو ندارم. I can't afford to buy. حالا حواستون باشه بعد از can't afford اگر فعل آوردید حتما تو بیارید. اگر فعل نیاوردید مثل اسم دیگه نیاز به تو نداره. second hand همون منظورش دست دومه. ببین سوالیه، میگه داره کنایه میزنه بهش. What do you mean? What do you mean? What do you mean? منظورت چیه؟ What do you mean? you know exactly what I mean. You know exactly what I mean. You know exactly what I mean. میگه تو میدونی you know exactly دقیقاً what I mean. منظور من چیه؟ میگه تو خودت میدونی منظور من چیه. hobo بچه hobo به معنی بی خانمان و کسی که بدبخت بیچاره است دیگه. hobo. I could tell everyone right now. I could tell everyone who you are right now. I could من میتونستم. بچه can could گذشته can هستش. can معنی میتونم. could یعنی میتونستم. I could من میتونستم tell یعنی بگم everyone به همه who you are که تو چه کسی هستی. who you are که تو چه کسی هستی. Who you are, and there will be police. And there will be police. یعنی به قول خودمون پلیس میاد ها. اگر من به اونا میگفتم پلیس ها می اومدن. Interrogations and maybe even prison. Interrogations and maybe even prison. Interrogations به معنی بازجویی، به تلفظش دقت کن. And maybe and یعنی شاید and یعنی و عذرخواهی میکنم maybe even یعنی شاید حتی maybe even شاید حتی prison بازداشت یا زندانی. Let me go. Let me go. Let به معنی اجازه دادن. me go اجازه بده برم. I'll let you go. I'll let you go. I'll let you go. بچه I'll همون I will هستش. let دوباره اجازه دادن. میگه من اجازه میدم you go که تو بری. داره از آینده صحبت میکنه. Only if we go up to my room now.
but only if we go up to my room now. میگه اما تنها اگر، یعنی به قول خودمون but یعنی اما، only یعنی فقط، if یعنی اگر. میگه اما فقط اگر we go up، ما بریم بالا to my room now، بریم الان بالا اتاق من. Molly? I'm ready to invest in your atelier. I'm ready to invest in your atelier. I am ready. من آمادم to invest برای سرمایه گذاری. invest یعنی سرمایه گذاری. in your atelier داخل آتلیه تو. Really? Really? واقعا؟ This is my business card. This is my business card. This is یعنی این هست my business card. کارت بیزنس من. I'm waiting for you tomorrow at my office to settle all the bureaucracy. I'll be waiting for you tomorrow to settle all bureaucracy. میگه من I'll be waiting for you فردا منتظرت میمونم. بچه I'll be waiting داره از به قول خودمون آینده استفاده میکنه دیگه. خب یعنی آینده استمراری. خب میگه که من منتظرت میمونم for you tomorrow برای تو فردا to settle all the bureaucracy برای اینکه همه کارهای اداری رو سر سامون بدیم. Oh, I wouldn't rush, my friend. Oh, I wouldn't rush my friend. I wouldn't rush عجله نمی کنم دوست من. She's not much of a businesswoman. میگه اون یک بیزنس وومن خیلی خوبی نیست. حالا به قول خود برجسته نیست. Williams, the most successful businessman of the year. I'll give you time to think until the end of my speech. I'll give you time to think until the end of my speech. میگه I'll give بازم آینده. میگه من به تو give به معنی دادنه. میگه من به تو تایم میدم. I give you time to think برای فکر کردن. Until یعنی تا زمانی که، یعنی تا the end of my speech یعنی تا آخر سخنرانی و صحبت‌های خودم. I guess I'll go now. I guess I'll go now. I guess من باید برم دیگه الان. I'll go now. Oh, let me walk you out. Let me walk out. میگه اجازه بده تا من تو رو همراهی کنم. No, thank you. My driver is already here. No, thank you. نه ممنونم. My driver is already here. My driver یعنی راننده من is already here. یعنی از قبل اینجاست. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. آینده است. میگه من تو رو فردا میبینم. See you tomorrow. Hey, Butch, I've done it. Hey Butch, I've done it. I have done it. انجامش دادم. موفق شدم. Yeah, tomorrow my dream will come true. Yeah, tomorrow my dream will come true. میگه tomorrow یعنی فردا my dream رویای من will come true به حقیقت میپیونده. I will be able to open my own atelier. I will able to open my atelier. بچه گفتم یه to be able to داریم که اینجا داره از آینده براش استفاده میکنه. میگه I will be. خب یعنی میگه من موفق خواهم شد، یعنی میتوانم در آینده I will be able to میگه موفق میشم open my atelier اون آتلیه خودم رو باز کنم یا راه اندازی کنم. So, come here and help me pack everything. So come here and help me pack everything. میگه بنابراین come here بیا اینجا and help me کمک کن به من برای pack everything پک کردن چیزها یا جمع کردن و بسته‌بندی کردن چیزها. Gotcha. Beauty businesswoman? Such a naughty place. A businesswoman in such a naughty place. A beauty یک زیبا، یک زن زیبا. A businesswoman و یک زن تاجر in such a naughty place داخل یک چنین جای ناجوری. Did you follow me? Did you follow me?
گذشته است. Did you follow me؟ منو تعقیب کردی؟ What do you want? What do you want؟ چه چیزی میخوای؟ What do you want؟ I want everyone to know. I want everyone to know. بچه به این دقت کنید. چند ثانیه به این قضیه دقت کنید. زمانی که میگید من میخوام یه کاری رو انجام بدم میگم I want to اون کاره. درسته؟ الان know به معنی دانستنه. میگه من میخوام بدونم I want to know. درسته؟ want to و شکل ساده فعل. ولی زمانی که میخوایم یه شخص دیگر رو ازش بخوایم کاری انجام بده باید اون شخص رو بیاریم بین want و to. کاری که اینجا کرده نگاه I want to اون شخص everyone to know. حالا میگه چی؟ میگه من میخوام. ببین کلن معنیش عوض میشه. میگه من میخوام که همه بدونن. I want everyone که همه to know بدونن. میگم من میخوام علی بدونه. I want Ali to know. من میخوام علی بدونه. ببین چه نکته قشنگیه. Know that you're a hobo. That you are a hobo که تو یک بیخانوانی. And con artist و یک هنرمند تقلبی و کلاهبردار. And a con artist. But, you know, But you know اما میدونی there's one way. there is one way to make me. there is one way یعنی وجود داره یک راه. one way یک راه. to make me منظورش اینه حالا راضی کردن من. To make me forget everything. forget everything اینجا مشخصه داره بهش درخواست بیشرمانه میده چون اون سه تا نقطه رو ببین. forget everything میگه چی؟ میگه که یک راه وجود داره که باعث بشی من forget فراموش کنم everything همه چیز رو. back off برو عقب. گم شو عقب. Bad girl. There's the deal. here's the deal. بچه here's the deal یعنی ماجرا از این قراره. چیزی که من میگم. You give me half the money you receive. You give me half the money you receive. You give me تو به من میدهی half یعنی نیم یا نصفی از. half the money نصفی از پولی که you receive یعنی دریافت کردن. میگه نصف پولی که میگیری رو به من میدی. And I'll keep quiet. And I'll keep quiet و من ساکت میمونم. And if not, your life will become unbearable. And if not یعنی اگر چنین نباشه یا در غیر این صورت your life زندگی تو will become بچه آینده است. will نشونه آینده. become یعنی تبدیل شدن. میگه your life will become زندگی تو تبدیل خواهد شد unbearable یعنی غیر قابل تحمل. یعنی زندگیت دیگه غیر قابل تحمل میشه. Do you think that just because you're rich, Do you think just because you are rich میگه do you think آیا فکر میکنی just فقط because یعنی چون میگه فقط فکر میکنی چون you are rich تو پول داری you can intimidate people? you can intimidate people میگه تو میتونی intimidate به معنی ترساندن و تحت فشار گذاشتنه. میگه که چون پول داری فکر میکنی میتونی بقیه رو بترسونی. Intimidate یعنی ترساندن. Oh, no, Molly. It's just a business. It's just business این یک معامله است. And now, you're playing by my rule. And now و الان now یعنی الان you are playing. ببین to be فعل به اضافه ing حال استمراری. You are playing یعنی تو بازی میکنی by my rules یعنی با توسط قانون من. به قول خودم هر سازی من بگم تو میرقصی. Hey. Daniel, what are you doing here? You forgot this at the party. You forgot this at a party. You forgot this. Forgot گذشته forget میگه تو فراموش کردی
You forgot this. میگه این رو فراموش کردی. At the party. داخل مهمونی. So, as I understand it, you have no personal driver. So, as I understand it. میگه بنابراین از اونجایی که معلومه و من فهمیدم I understand it. You have no personal driver. You have no یعنی تو نداری personal driver. راننده شخصی. میگه تو هیچ راننده شخصی نداری گویا.